سلام، خوش اومدین به یه پادکست کتابخونی دیگه با من. این بار کتاب چگونه با هر کسی صحبت کنیم. بخش 1، چگونه بدون یک کلمه حرف نظر دیگران را به خود جلب کنیم. تنها 10 ثانیه فرصت دارید که نشان بدهید برای خود کسی هستید. درست در لحظه‌ای که ما انسان‌ها نگاهمان به یکدیگر می‌افتد، می‌توانیم تأثیر فراوانی بر یکدیگر بگذاریم. اولین نگاه و حالت و منظر شما روی شخصی که با او ملاقات می‌کنید تأثیری بر جای می‌گذارد که می‌تواند خاطرش برای همیشه در ذهن او باقی بماند. هنرمندان گاه می‌توانند این پاسخ سریع و لحظه‌ای احساسی را به خوبی درک کنند. دوست من روبرت گروسمن یک کاریکاتوریست بسیار موفق است که برای نشریاتی از قبیل فوربس و غیره کاریکاتور تهیه می کند. باب نه تنها از استعداد منحصر به فردی برخوردار است که ظاهر فیزیکی دیگران را در ضمیر خود ثبت می کند، بلکه می تواند درباره شخصیت‌های آنها دقیق شود. یک نگاه به کاریکاتورهای اشخاص سرشناسی که او طراحی می‌کند کافی است تا به شخصیت آنها پی ببرید. گاه در میهمانی‌ها باب روی دستمال کاغذی یکی از مهمانان کاریکاتور می‌کشد. اشخاص نگاه می‌کنند که چگونه در کوتاه‌ترین زمان تصویر یکی از حاضران در مهمانی بر روی دستمال کاغذی نقش می‌بندد. وقتی او طراحی‌اش را تمام می‌کند، قلمش را به زمین می‌گذارد و دستمال کاغذی را به کسی که کاریکاتورش را کشیده نشان می‌دهد. اغلب کسی که کاریکاتورش کشیده شده نگاه متعجبی به آن می‌اندازد و ممکن است بگوید بسیار عالی است، اما واقعاً تصویر من نیست. اما بقیه حاضران در مهمانی وقتی به این کاریکاتور نگاه می‌کنند، در جوابش می‌گویند چرا هست؟ و با این حرف هر گونه شک و تردید را از میان برمی‌دارند. حالا شخص مورد نظر که کمی گیج شده است به تصویر و برداشت دیگران از خود خیره نگاه می‌کند. یک بار وقتی به استودیوی باب رفته بودم، از او پرسیدم چگونه می‌تواند شخصیت دیگران را به این خوبی بخواند. در جوابم گفت خیلی ساده است، کافی است به آنها نگاه کنم. پرسیدم اما شخصیت‌ها را چگونه تشخیص می‌دهی؟ آیا مجبور نیستی درباره طرز زندگی و سوابق آنها بررسی کنی؟ نه، همانطور که گفتم تنها نگاهشان می‌کنم. جالب است. او در مقام توضیح بیشتر گفت تقریباً تمامی حالات شخصیتی اشخاص از وضع ظاهرشان، حالت بدنشان و طرز حرکت کردن و راه رفتنشان مشخص می شود. بعد مرا به سروقت پرونده‌ای برد که کاریکاتور چهره‌های سیاسی را در آن نگاهداری می کرد. بعد نگاهی به یکی از کاریکاتورها انداخت و در اشاره به آن گفت این چهره پسرانه کلینتون است و بعد به نیمه تبسم جورج بوش اشاره کرد. این هم ناآزمودگی جورج بوش و این هم گرفتگی چهره نیکسون. بعد از آن کاریکاتور دیگری را برداشت. چهره فرانکلین دلانو روزولت بود و در حالی که به بینیش اشاره می کرد گفت این هم غرور روزولت. همه چیز را می توان از روی چهره و بدن تشخیص داد. تأثیر و برداشت اول محو نشدنی است. چرا؟ زیرا در دنیای به سرعت در حال حرکت ما که هر لحظه از جوانب مختلف بمباران می‌شویم، برای اینکه از دنیا برداشت سریع بکنند، سر مردم به دوران می‌افتد. از این رو هرگاه اشخاص شما را ملاقات می‌کنند، بلافاصله از شما برداشتی می‌کنند. این تصویر شما اطلاعاتی را به دست می‌دهد که مدت‌ها دیگران را تحت تأثیر قرار می‌دهد. قبل از اینکه بتوانید حرفی بزنید، بدنتان فریاد سر می‌دهد. آیا داده‌های اطلاعاتی آنها درست هستند؟ به طرز شگفت‌انگیزی جواب مثبت است.
حتی قبل از اینکه لب‌هایتان را از هم باز کنید و اولین کلمه را بر زبان آورید، جوهر شما به مغز طرف مقابل نفوذ کرده است. طرز نگاه شما و طرز حرکتتان بیش از 80% برداشت دیگران از شما را رقم می‌زند. حتی یک کلمه هم نیازی نیست. من در کشورهایی کار و زندگی کردم که به زبان آنها کمترین آشنایی نداشتم. با این حال بدون اینکه کلمه‌ای رد و بدل شود، معلوم و ثابت شد که نخستین برداشت من از آنها درست و بجا بوده است. هرگاه همکاران جدید را ملاقات می‌کنم، می‌توانم بگویم که آنها تا چه اندازه با من برخورد دوستانه دارند، چقدر اطمینان خاطر دارند. من این را صرفاً از حرکت آنها درک می‌کنم. من از مهارت فراحسی خاصی بهره ندارم. شما هم این را متوجه می‌شوید. چگونه؟ زیرا قبل از اینکه فرصتی داشته باشید تا یک اندیشه منطقی را پردازش کنید، درباره کسی به حس ششم می‌رسید. بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که واکنش‌های احساسی حتی قبل از اینکه مغز بتواند واکنش‌ها را ثبت کند، صورت خارجی پیدا می‌کنند. از این رو درست در لحظه‌ای که کسی به شما نگاه می‌کند، به اطلاعاتی دست پیدا می‌کنید که موقعیت رابطه شما را مشخص می‌سازد. باب می‌گفت در خلق کاریکاتورهایش این برداشت اولیه را پیدا می‌کند. من در ارتباط با نگارش کتاب حاضر از باب پرسیدم: اگر بخواهی کسی را به خوبی ترسیم کنی، باید از هوش، کاریسما، توجه و علاقه او اطلاع داشته باشی؟ باب سخنم را قطع کرد. بسیار ساده است. به آنها حالت بهتری می دهم. سری که بالاست، تبسمی از روی اعتماد و اطمینان و نگاهی مستقیم و خیره. این تصویری مطلوب از کسی است که برای خودش کسی است. چگونه برای خودتان کسی به نظر برسید؟ دوستم کارن در کار مبلمان خانه یک حرفه‌ای قابل احترام است. شوهرش هم برای خودش اسم و رسمی دارد و در زمینه ارتباط فعالیت می‌کند. آنها دارای 2 پسر کوچک هستند. هرگاه کارن در یک برنامه صنعت مبلمان خانه حضور دارد، همه به او توجه می‌کنند. او شخص بسیار مهمی در آن دنیاست. همکارانش سعی می‌کنند نشان دهند که با او هم کلام می‌شوند. با این حال کارن گله‌مند است که وقتی شوهرش را در یک برنامه مربوط به ارتباطات همراهی می‌کند، کسی به او توجهی ندارد. وقتی او فرزندانش را در برنامه‌های مدرسه همراهی می‌کند، یک مادر مانند سایر مادرهاست. یک بار از من پرسید: لیل، چگونه می‌توانم در میان جمعیتی که مرا نمی‌شناسند چنان خودم را نشان بدهم که دیگران دستگم فکر کنند من آدم جالبی هستم؟ شیوه های ارائه شده در این بخش از کتاب دقیقاً به این مهم توجه دارند. وقتی 9 روش بعدی را می‌خوانید، به هر کسی که برمیخورید می‌توانید یک شخص خاص باشید. می‌توانید در میان هر جمعیتی سری بلند کنید، حتی اگر این جمعیت شما نباشد. اجازه بدهید با تبسم شما شروع کنیم. ممنونم که با من همراه بودین. این از کتابخونی امشب. امیدوارم اگر از این کتاب خوشتون اومد من رو همراهی بکنین در ادامهش. لطفاً من رو با لایک و سابسکرایبتون تشویق بکنید، حمایت بکنید و تا کتابخونی بعد، خدا نگهدار.